سلام عرض می‌کنم خدمت شما حضار محترم، مهمانان گرامی، یاران مقاومت. سلام عرض می‌کنم خدمت خواهر مریم عزیزم و سلامی دارم به مجاهدین سرافراز در اشرف 3 و تمامی کانون‌های شورشی قهرمان در سراسر ایران. شانزده ساله هستم. در گورستانی به وسعت زندگی ایستادم. چه جانهای شیرینی، چه سروهای بلندی، بی نام و نشان در این گور دست جمعی آرمیدند. خاطرات تلخ روزهای قتل عام 67 از برابرم می‌گذرد. زجه های مادران، ناله های پدران هنوز در گوشم است. به یاد می‌آورم کودکیم را. 1 ساله هستم. پدرم دستگیر می‌شود به جرم هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران. چند ماه بعد من به همراه مادرم دستگیر می‌شوم. در میان زندانیان شکنجه شده قدم می‌زنم. صدای شکنجه شدگان را 24 ساعت از اتاق شکنجه می‌شنوم. دوستان مادرم، دختران نوجوان 13-14 ساله، زنان جوان را از همان مکان برای اعدام میبرند. 2 تن از دوستان مادرم در زمان اعدام باردار هستند. 5 ساله هستم. پدر و مادرم از زندان آزاد میشوند و برای اولین بار طعم بودن در کنار هر دوی آنها را تجربه می کنم. 6 ساله هستم. پدرم به جرم یک تماس تلفنی ساده با یکی از هواداران سازمان مجاهدین خلق دستگیر و به 5 سال زندان محکوم می شود. روزها و هفته ها را می شمارم. منتظر گذشت این 5 سال هستم. 2 سال می گذرد. تابستان 67 است. در برابر زندان ایستادم. پدرم و دوستانش ممنوع ملاقات شدند. همان دوستان مهربانش که لبخند گرمشان از پشت شیشه های زندان برایم دلگرمی بود. 3 ماه متوالی در برابر زندان حضور پیدا می‌کنیم بی هیچ پاسخی. آبان 67 با پدر بزرگم تماس می‌گیرند و خبر اعدام پدرم را می‌دهند. بی هیچ نشانی از پیکرش، مزارش و حتی یک تکه از لباسهایش. چه کردید با ما؟ چه کردید با ما؟ چه کردید با عزیزان ما؟ مگر چه می‌خواستند جز آزادی، برابری، رفاه، آسایش برای همه مردم. و امروز ایستادم در اینجا در کنار سازمان پر افتخار مجاهدین خلق، همان مقاومتی که نام سرخش بالاترین خط قرمز رژیم است، همان مقاومتی که علیرغم تمام کشتارها، شکنجه ها، اعدام ها،
موشکبارانها، تهمتها و توطئه‌های تروریستی سرفراز و سربلند در برابر خلق و تاریخ ایستاده است، پابرجا و متعهد به سرنگونی تمامیت رژیم آخوندی، همان مقاومتی که اهل سازش و تسلیم با هیچ دیکتاتوری چه شاه و چه شیخ نبوده و نیست.